هفت خان رستم. کیکاووس شاه پادشاه ایران دیگر هیچ رقیبی بر زمین نداشت، اما غرور او را به آرزوی دیوانه‌وار کشاند. تسخیر مازندران. روزی دیوی در لباس رامشگران به کاخ راه یافت و این سودا را در گوش کیکاووس زمزمه کرد. پهلوانان جملگی مخالفت کردند، اما غرور کیکاووس را رهسپار نبرد کرد. کارزاری سخت در گرفت، اما شاه مازندران با یاری و جادوی دیو سپید کیکاووس را شکست داد. پادشاه که خود را برتر از آسمان میپنداشت به دست دیوان مازندران افتاد. سپاهش نابود شد. چشمانش را کور کردند و ایران در تاریکی فرو رفت. اما هنوز امیدی باقی مانده بود. رستم در سیستان سواری از نفس افتاده با زرهی شکسته پیام کمک را برای رستم پهلوان ایران زمین به همراه آورد. رستم بیدرنگ راهی شد، اما مسیر دشوار بود. 7 آزمون مرگبار در پیش بود، آزمون‌هایی که هیچ کس از آن زنده باز نگشته بود. خان نخست، نبرد با شیر. پس از روزها سفر رستم به بیشه‌ای سبز و آرام رسید. درختان سر به فلک کشیده، سایه‌های خنک و چشمه‌ای زلال. رستم خسته از سفر در سایه درختان به خواب رفت. اما در تاریکی چشمانی درخشیدند و پنجه‌هایی که مرگ را می آفریدند بی صدا نزدیک شدند. رخش با تمام قدرت به شیر درنده تاخت. نعره‌ای در شب پیچید و ناگهان سکوت. سحرگاه رستم از خواب برخاست. شیر بی جان روی زمین افتاده بود و رخش پیروز و استوار کنارش ایستاده بود. خان اول به پایان رسید. خان دوم، بیابان سوزان و چشمه معجزه. راه هنوز ادامه داشت. گرمای بیابان، تشنگی و دشت‌های بی پایان. خورشید بی رحمانه می سوزاند و رخش از پا افتاد. رستم به زانو افتاد و به آسمان نگریست. ای یزدان پاک، مرا در این دشت مرگ تنها مگذار. زمین ترک خورد و از دل خاک چشمه‌ای زلال جوشید. خنکای آب جان را به تنشان بازگرداند. مرگ یک گام به عقب رفت و امید دوباره زنده شد. خان سوم، اژدهای تاریکی. اما این پایان راه نبود. با غروب خورشید سرزمینی ناشناخته پیش رویش پدیدار شد. دره‌ای تاریک، زمینی خشک و وهم‌آلود و هوایی سنگین که بوی مرگ میداد. رستم به خواب رفت. در دل مه سایه‌ای هولناک حرکت می‌کرد. اژدهایی سیاه با چشمانی سرخ، نفس‌هایی سوزان و دندان‌هایی برنده تر از شمشیر. رخش شنیدشان رستم را بیدار کرد، اما رستم چیزی ندید و دوباره به خواب رفت. اژدها بار دیگر ظاهر شد. رخش با شیهه‌ای دیگر هشدار داد. این بار رستم برخاست. چشمانش سایه دهشتناک را در مه یافت. شمشیر از نیام کشیده شد. ضربه‌های سنگین و لحظه‌ای. اژدها بی جان بر زمین افتاد. خان سوم به پایان رسید. خان چهارم، فریب جادوگر. راه ادامه داشت. در دل بیابان زنی زیبا کنار سفره‌ای رنگین با نگاهی فریبنده رستم را فرا می‌خواند. رستم تشنه و خسته در کنار زن نشست. لبخندی نرم، نگاهی گرم و آتشین، اما
با شیهه رخش و با نام یزدان چهره واقعی جادوگر آشکار شد. پوستش همچون خاکستر، چشمانش سرخ و وحشی و زبانی که زهر از آن میچکید. رستم تیغ از نیام بیرون کشید. جادو همچون خاکستری در باد محو شد. این گونه خان چهارم به پایان رسید. اما این پایان راه نبود و خطری بزرگتر در انتظارش بود. برای تماشای سرنوشت رستم و افسانه‌ای که تاریخ را رقم زد، فراموش نکنید که در صفحات انیمیشن DNA عضو شوید تا با داستان‌های بیشتری از شاهنامه و دیگر شاهکارهای ادبیات ایران آشنا بشید و سپاس از اینکه انیمیشن‌های ما را با دیگران به اشتراک می‌گذارید. حمایت شما برای ما بسیار ارزشمنده و با همراهی شما افسانه‌های کهن ایران زمین زنده می‌مانند. منتظر روایت‌های تازه باشید.